اما بعد خیلی که ما در مسئله، یعنی که در باب احکام قربانی در مسئله هشتم اومده رسیده بودیم که مسئله هشتم همین بود که شخص قربانی کننده از کدام چیزها پرهیز کند وقتی که ماه ذوالحجه داخل شود. شخصی که مثلا قصد قربانی کردن رو دارد باید از سه چیز پرهیز، یعنی چیکار کند؟ پرهیز کند. یک کمین چیز: ناخن گرفتن، تراشیدن موی، چیدن چیز از بدن، به دلیل حدیث ام سلمه رضی الله عنها. عن ام سلمة ترفعه قال اذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. از ام سلمه که رضی الله عنها که روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که وقتی که دهه ماه ذوالحجه داخل شود و در نزد شخص قربانی باشد باید موی بدن و ناخنهایش رو نگیرد. یعنی چی بود؟ ناخن گرفتن، تراشیدن موی، چیدن چیز از بدن. امام مسلم در صحیح خود با رقم 3654 و امام ترمذی در سنن خود با رقم 1523 و غیره حدیث رو روایت میکنند. فلا يمس من شعيره ولا بشره شيئا. و در دیگر حدیث امام مسلم، ابن ماجه، ابو عوانه و بیهقی در کبرای خود که ذکر میکنند که میگون که باید مویش رو نتراشد و نه از بدنش چیزی رو چیند. امام مسلم با رقم 3653 و ابن ماجه 3149، مسند ابو عوانه با رقم 7784 و بیهقی با رقم 18820 روایت میکنه. امام نووی میفرماید که والمراد بالنهي أن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره. خلاصه قولش کمتر دور و دراز است. در شرح مسلم جلد 6 صفحه 472، یعنی مراد میگوید از نهی از گرفتن ناخن و موی در، یعنی دور کردن ناخن به گرفتن و یا شکستن می باشد. مراد از دور نمودن موی، دور کردن موی یعنی موی سر یا کوتاه کردن یا چیندن یا مثلا یا سوزانیدن میگن در اینجا، و از بین بردن اون به، یعنی به نوعی از وسایل صفایی. یعنی والله علم در اینجا سوزانیدن گفتگی هستن در مسئله سوزانیدنش والله علم، یا به دیگر چیز می باشد برابر است که مثلا موی بغل، موی لب، موی زیر ناف، موی سر و دیگر موی های بدن باشد. یعنی مراد از همین نمی است که میگوید یعنی همین ها را چیکار نکردن لازم است تا قربانی را یعنی نگرفتن در کار است. همین بنابراین میگوید هر که قصد قربانی کردن را داشته باشد وقت که ماه ذوالحجه داخل شود ناخن گرفتن، موی بغل و یا موی زیر ناف را تراشیدن برایش حرام می باشد تا اینکه مال قربانی را ذبح کند. همین قول سعید ابن مسیب، ربیعه، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهویه و بعضی یارانی از مذاهب شافعی می باشد، طوری که امام نووی نقل کرده است بعضی دیگری از علما این عمل را مکروه می دانند.
بعضی از علما مکروه میدونن. در شرح مسلم جلد 6 صفحه 472 ذکر می شود. مسئله نهم: به ذمه کدام مردم قربانی سنت است؟ به ذمه کدام مردم قربانی سنت است؟ در این مسئله میان علما خلاف است که ما در بالا ذکر کردیم. بعضی بر این عقیدند که قربانی وقت به ذمه ثابت می شود، مال بر نصاب حساب زکات برسد. این یعنی مذهب ابو حنیفه است. بعضی دیگر نصاب زکات را شرط نمی کنند. قول قوی و راجح در مسئله این است. یعنی یعنی یک انسانی که با یعنی چی میگوید، با همون انسان زکات دهنده، یعنی مالش به همون مقدار زکات دهنده رسد، یعنی قول قوی همین است که یعنی راجح که شرط این نیست که به نصاب زکات برسد. که وقتی که مثلا انسان علاوه از یعنی حاجت و ضرورتش یعنی مال داشته باشد، اگرچه به نصاب زکات هم نرسد، یعنی قربانی میکند. زیرا دلایل در این باب عام آمده است به غیر بیان مقدار مال. خیلی که حدیثی که در این مسئله، دیگر یک حدیثی که هست که کسی که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که اگر قربانی نمیکند به نمازگاه ما نزدیک نشود، میگوید به نمازگاه ما نزدیک نشود. یعنی علما از این دلیل میگیرند که یعنی به انسانی که والله علم، یعنی کسی که قدرت دارد، بخشش در حدیث همین است که کسی که قدرت دارد یعنی چی؟ کسی قدرت دارد قربانی نمیکند اما به نمازگاه ما نزدیک نشود. علما از این دلیل میگیرند، میگن که این دلالت به این میکند که قدرت یعنی شرط واجب شدن قربانی به یک انسان قدرت است. قدرت که پیدا شد به یک انسان واجب می شود. اما قول جمهور بازم سنتی مؤکده میگویند. خب مسئله دهم مسئله آیا بر ذمه مسافر و حاجی قربانی هست یا نه؟ آیا بر ذمه یک انسان مسافر قربانی هست یا بر ذمه حاجی؟ در این مسئله میان علما سه قول است. یکم قول: بر ذمه مسافر و حاجی هم قربانی سنت است، زیرا دلیل ها در این مسئله عام می باشد، یعنی خاص نیست، عام است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر بودن، قربانی کردن. در چی؟ در جنگ، در صلح حدیبیه بودن. یعنی در دلیل های شرعی ذکر خاص نمی آمده است. میان مقیم و مسافر و یا غیر حاجی این مذهب جمهور علماست. شافعی ها، حنبلی ها و ظاهری می باشد. و همین است قول امام بخاری، طوری که امام شافعی رحمه الله می فرماید که قربانی سنت است بر ذمه هر مسلمانی که توانایی دارد، برابر است که از مردم شهر، دهه، مسافر یا مقیم باشد یا حاجی در مینا و دیگران. یعنی همون وعی داشته باشد، یعنی بمینه و غیرهم من کان معه هدی، یعنی که هدیه داشته باشد یا نه مال برای کشتن. یعنی خب این در کتاب مجموع شرح محذب جلد 8 صفحه 383. دوم مذهب، دوم قول این است که بر ذمه مسافر و حاجی قربانی نمی باشد. این مذهب ابو حنیفه است که این مذهب یعنی که ضعیف است، قول ضعیف است.
سوم مذهب بر ذمه مسافر قربانی سنت است، ولی از جمله مسافران بر ذمه حاجی قربانی نمی باشد. این مذهب مالک است، ولی قول قوی و راجح در این مسئله والله اعلم قول جمهور علما می باشد. یعنی قول اول زیرا دلیل های شرعی به طور عام آمده است، یعنی به غیر خاص کردن بعضی از بعض، طوری که امام بخاری رحمه الله باب بسته نموده میفرماید که بابی یعنی چی؟ باب قربانی مسافر و زنها. سپس امام بخاری در جلد 17 صفحه 238 همچنین امام بخاری رحمه الله حدیث عایشه رضی الله عنها را روایت میکند که در آخرش آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جان همسرانش یعنی از جای همسرانش به گاو قربانی کرد. به امام بخاری به شماره 5122 روایت میکنه. حتی اگر شخص گوید که مراد از قربانی در این حدیث گوسفندی هدیه می باشد، ولی در صحیح مسلم به روایت ثوبان رضی الله عنه آشکار آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی کرد. عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلی الله علیه و سلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحمه هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. یعنی از ثوبان رضی الله عنه که امام مسلم با رقم 3649، احمد با رقم 22445 و غیره ذکر میکنند، حدیث رو روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که قربانی خود را ذبح کرد. بعداً فرمود ای ثوبان همین گوشت را نگاه دار. ثوبان فرمود پس از همان گوشت رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوراک میدادم تا که به مدینه رسید. یعنی تا که به مدینه رسید گفتن چی معنی دارد؟ یعنی از این معلوم می شود که یعنی در حالت سفر بودن. یعنی حدیث صراحتا آمده است. خلاصه از این حدیث معلوم شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی کرد در حالی که مسافر و حاجی بود. بنابر این بر ذمه مسافر و حاجی هم قربانی سنت می باشد، بنابر قولی قوی و صحیح راجح. والله اعلم. 11 مسئله همین که یعنی که استفاده منافع قربانی، یعنی آیا درست است تا صاحب قربانی از همون چیزی که قربانی کرده است استفاده نماید، به مانند همون چی است، مثال پشم است، مثال همون پوستش هست، مثال و غیر هم چیزهایی که همون هست. ولی پشم در تراشیدن پشم قربانی میان علما خلاف است، ولی بنابر قول قوی درست است. اگر به قربانی یگان ضرر و آسیب نرسد، ولی بهتر است که چیکار صدقه کردن اون است به فقیران. یعنی هم پوستشم مثال خیلی در اون زمان ها مثال از اون لباس میکردن، خیلی مثال هر خیلی چیزها میساختن. این چونین است. یعنی حکمی در اینجا شیر اون رو هم گفتن ذکر میکنن. شیر اون بنابر قول قوی این در صورت است که به فرزندش زیان نرسد و یا زیادتی باشد. همین قول ابن حزم رحمه الله است، ولی بهتر صدقه کردن اون است. یعنی سوم که همین که این چونین میگوید حکم سوار شدن اون بنابر قول قوی. مثلا شیر گفتیم، شاید بعضی حیران شدن، والله اعلم اینجا در همون حالت پیش از قربانی کردن شاید شیرش گرفته به یگان کس دادن باشد. یعنی بعضی گو هست، مثال بعضی بوزها مثلا شاید شیر دارن میجوشن، شیرش میگیرن
یا پشمش میتراشن میگیرن، بعدا قربانیش میکنن مثلا. یا اینکه سوار شدن به مانند شتر، یعنی بس شتر یعنی سوار میشوند. و دوازدهم مسئله، یعنی همون از چیزهایی که قربانی میماند، یعنی منافعی که از قربانی است، یعنی فروخته میشود یا نه. مذهب اکثر علما در این است که فروختن پوست و دیگر منافع قربانی درست نیست. ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد و دیگران به دلیل حدیث علی رضی الله عنه که عن علی رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا. از علی رضی الله عنه که میگویند که قال امرانی، یعنی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما فرمودند، یعنی وظیفه دار من کردن، موظف کردن که مرا رسول الله صلی الله علیه وسلم به هدیه اش تا گوشت، پوست و لباسی چی پوشتش را صدقه کنم و قصاب شتر را از شتر مزد ندهم فرمود تا قصاب را از نزد خود مزد بده. صحیح مسلم، امام مسلم روایت میکند. همچنین در سنن کبرای بیهقی هم است. امام مسلم با رقم 2320 و بیهقی با 1768. یعنی از این معلوم می شود که یعنی شخص قربانی کننده از همون جیب خودش، از کیسه خودش به انسان قصاب پول قصابیش، یعنی حقی همون کشتنش را میدهد. از گوشت، پوست، از چیزهایی چی قربانی نمیدهد، یعنی مزد همون قصاب را. یعنی و همچنین از ابو هریره به سندی که آن را بعضی حسن میگویند آمده است که در سنن کبرای بیهقی با رقم 19015 و مستدرک حاکم با رقم 3468 و صححه البانی صحیح کرده است. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له. یعنی از ابو هریره که روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر کی پوست قربانیش رو فروشد قربانی او درست نمیگردد. یعنی گرچند حدیث رو بعضی حسن گفتن، حافظ منذری میگوید که وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الاضحیه. از رسول الله صلی الله علیه وسلم در چند حدیث نهی از فروختن پوست قربانی ثابت شده است. میگوید در کتاب ترغیب و ترهیب جلد 2 صفحه 101. بعضی از علما فروختن این چیزها را درست میدانند، مانند حسن بصری، نخعی، اوزعی و ابو ثور، و در عوضش یعنی که یک غلبار است کو، یعنی غلبار به زبان ما ایلکش میگویند، یا اینکه تبر، یا اینکه ترازو و یا دیگر وسایل خانگی بخرد، طوری که نووی فرموده است در شرح مسلم جلد 4 صفحه 453. خلاصه مسئله بنا بر قول صحیح، یعنی منافع قربانی را فروختن درست نیست. یعنی منافع قربانی را فروختن درست نیست و نیز قصاب را از گوشت و پوست آن مزد دادن نمی شود. و موضوع 13 این است که مسئله بیان چند از مسائل مختلفه. یکم، اگر مال قربانی گم شود
و یا دزدیده شود، در این صورت بر ذمه صاحبش هیچ گونه توان نمی باشد، در صورتی که از طرف صاحب قربانی یگان تجاوز صورت نگیرد. یکم مسئله، مسائل مختلف. دوم، اگر مال قربانی بیزاید، در این صورت حکم تولد شده هم حکم مادرش می باشد. آیا قربانی اش را به دیگر مال بعد از یعنی تعیین کردن تبدیل کرده می تواند یا نه؟ در این مسئله میان علما خلاف است، ولی قول قوی در مسئله این است که درست است اگر مال دوم بهتر باشد. همین قول ابو حنیفه، مالک، احمد و همین قول روایت شده است از عطا، مجاهد، اکریمه. اما قول به درست نبودن قول شافعی، ابو ثور، ابو یوسف و ابو خطابی حنبلی رحمهم الله. آن اکنون میگذاریم به احکام ذبح کردن. به احکام ذبح کردن. یکم مسئله، شرط های ذبح حلال کردن. باید شخص ذبح کننده عاقل و بالغ و هوشیار باشد، بنابر این مال قربانی را که دیوانه و یا شخص مست و یا کودکی که خرد ذبح کند درست نمی باشد. این شرط ها در تمام عبادات ضروری می باشد. البته که مثلا بالغ، عاقل میگوییم ما، و همچنین عقیده صحیح داشته باشد. البته که گویم که مقصد یگان انسان مرتد و مشرک نباشد. دوم، باید شخصی حلال کننده مسلمان و یا کافر کتابی یهودی و یا نصرانی باشد، به دلیل قول الله سبحانه و تعالی: اليوم احل لكم الطیبات و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم. امروز میگوید چیزهای مثلا پاکیزه بر شما حلال شده است، طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نیز بر آنها حلال است. سوره مائده. مراد از این طعام در آیت کریمه به اتفاق علما حیوانهای حلال شده به دست کافران کتابی یعنی یهود و نصارا می باشد، طوری که حافظ ابن کثیر رحمه الله قال ابن عباس و ابو امامه و مجاهد و سعید ابن جبیر و عكرمة و عطا و الحسن و مكحول و ابراهیم النخعی و السدي و مقاتل ابن حيان يعني ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين. یعنی که ابن عباس، علمایی که در اینجا ما ذکر کردیم از صحابگان، از تابعین، اینها ابن کثیر در تفسیر خود جلد 3 صفحه 40 می آورند که یعنی میگون حیوان هایی که ذبح شده اشون برای مسلمانان حلال است. حیوان هایی که ذبح می شوند چی است؟ علما اجماع کرده هستند در این باره. اما از غیر کافر کتابی درست نمی باشد. از غیر کافر کتابی درست نمی باشد. و سوم شرط این که قصد و نیت بر ذبح قربانی به دلیل قول الله سبحانه و تعالی الا ما ذکیتم، یعنی غیر اون که ذبحش کنید. یعنی فقط چی است میگوید؟ قصد و نیت بر ذبح قربانی به دلیل قول الله سبحانه و تعالی. چهارم شرط همین است که برای غیر الله ذبح نکند، مانند بت، قبر، پیر و غیره، به دلیل قول الله سبحانه و تعالی حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. حرام شد بر شما چی؟ مرده و خون و گوشت خوک
و هر حیوانی که به هنگام کشتنش نام دیگر جز الله را به او یعنی بگوید، یعنی به غیر نام الله کشته شده، چخیلی که لعن الله من ذبح لغیر الله. در دیگر حدیث آمده است که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب اصول الثلاثه می آورند که الله لعنت کند کسی را که به نام غیر الله سبحانه و تعالی یعنی کشته است. پنجم شرط این است که باید به نام غیر الله ذبح نکند. یعنی که چهارم این بود که ذبح نکند مانند بت قبر به بت و به قبر. و پنجم شرط این است که باید به نام غیر الله ذبح نکند، یعنی به نام فلان پیامبر و یا فلان ولی و یا مثلا فلان پیر و غیره و دلیل مثلا آیت گذشته الله سبحانه و تعالی یعنی که حیواناتی که به نام غیر الله ذبح شده‌اند آنها رو حرام شمارید الله سبحانه و تعالی. و انسان ذبح به غیر از الله این شرک است که ما در نواقض ذکر کرده هستیم که و منه الذبح لغیر الله كمن يذبح للجن او للقبر. شیخ هم میفرماید در کتاب نواقض که و از عبادت غیر الله یعنی شرک در عبادت چی است؟ ذبح به غیر از الله است، چگونه که به جن و به قبرها ذبح کرده می شود. یعنی مراد از جنها و شیاطین بلا رو دور کردن میگویند، یا به قبر برای فلان صالح و فلان انسان اولیا و اولیاهای مشرکو. باید میگوید ششم شرط این که باید هنگام ذبح کردن بسم الله الله اکبر گوید به دلیل قول الله سبحانه و تعالی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. سوره انعام آیه 118 که پس میگوید بخورید از چیزهایی که به نام الله بر آنها ذکر شده است اگر به آیات او ایمان دارید. در یک وقتا بعض مرجعه های مداخله چیکار میکردن؟ شبهه میپرتافتن. یک زمان ما در زندان بودیم، میگفتن هر کسی که بسم الله الله اکبر گفت کشت یعنی درست است. یعنی مثال چی؟ کسی که مثلا بسم الله بگوید مرتد هم باشد یعنی درست است. همین رو دلیل میکردن. اعوذ بالله. این برای مسلمان است، برای موحد است. و دیگر فایده این که در این باره اگر میگوید بسم الله گفتن رو فراموش کند یک انسان مؤمن و موحد آیا قربانیش حلال می باشد یا نه؟ در این مسئله میان علما خلاف است، ولی قول قوی این است که قربانیش حلال می باشد. همین قول عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم و مذهب ابو حنیفه، مالک، شافعی و مشهور در مذهب احمد می باشد. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایتی است که قال ابن عباس من نسي فلا بأس وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. یعنی ابن عباس امام بخاری در صحیح خود در جلد 17 صفحه 163 میفرماند که از ابن عباس میگوید هر کی بسم الله گفتن رو فراموش کند باک ندارد. میگوید الله سبحانه، یعنی برای مسلمان است، الله سبحانه و تعالی میفرماید نخورید از چیزهایی که نام الله بر آنها ذکر نشده است زیرا این کار نافرمانی است. فرمود فراموش کننده رو یعنی فاسق گفته نمی شود، فراموش کرده است. یعنی در مسائل یک بسم الله گفتن فراموش کرده است، این انسان رو فاسق گفته نمی شود. این قول رو امام بخاری رحمه الله از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم یعنی تعلیقاً یعنی بدون سند روایت کرده است، ولی امام عبدالرزاق، سعید ابن منصور و دارالقطنی با سند روایت کردند.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق. همون آیات ذکر میکند، سوره انعام آیه 121 که نخورید از چیزهایی که نام الله بر آنها ذکر نشده است، زیرا این کار نافرمانی است. هفتم شرط ذبح، باید چیزی که احکام ذبح باید میگوید چیزی که با آن ذبح کرده می شود تیز باشد، به دلیل حدیث رافع ابن حدیج رضی الله عنه: ما انهر الدم و ذکر اسم الله علیه فکلوه لیس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. یعنی از رافع ابن حدیج رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که هر وسیله‌ای که خون را بریزاند و نام الله بر آن ذکر شود او را بخورید، بجز از دندان و ناخن، یعنی به آن دو ذبح نکنید. یعنی دندان و ناخن قطعی ذبح نکنید، یعنی استخوان قطعی. شما را از سبب این خبر میدهم، اما دندان استخوان است، و ناخن کارد حبشه است. صحیح بخاری و مسلم. امام بخاری با رقم 2308 و امام مسلم با رقم 3638 و غیر دیگر محدثین روایت میکنند. فایده از این حدیث که برای حیات دو نشانه می باشد: یک، حرکت کردن; دو، ریختن خون سرخ. یعنی که برای یعنی که حیات که مقصد از این یعنی که ذبح کردن حیوان. و هشتم شرط همین است که باید حیوانی که ذبح کرده می شود از جانب شریعت برایش رخصت و اجازه باشد، یعنی مالی غصب شده نباشد و یا شکاری حرام و خودش در احرام نباشد، زیرا به شکاری حرام و خود انسان در احرام باشد برایش شکار کردن درست نمی باشد، به دلیل قول الله سبحانه و تعالی که کسانی که ایمان آوردید یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود، یعنی کسانی که ایمان آوردید چیکار بکنید؟ در سوره مائده آیه 1: به پیمانها وفا کنید. حیوانات چهارپا غیر آنهایی که از این پس برایتان گفته می شود بر شما حلال شده اند. و میگوید آنچه را که در حال احرام شکار میکنید حلال نشمارید. این در حالت احرام درست نیست یعنی. و همچنین در آیه 96 سوره مائده: شکار دریایی و خوردن آن به جهت بهره‌مند شدنتان از آن بر شما و مسافران حلال شده است. یعنی از درون بحر مثلا ماهی است یا دیگر چیزهایی که بحری هستند. و شکار صحرایی تا هنگامی که در احرام هستید بر شما حرام شده از اللهی که به نزد او، یعنی شما جمع میشوید، یعنی گرد آورده میشوید که جمع آورده میشوید در نزد الله سبحانه و تعالی بترسید. میگوید خب در این مسئله دیگر مسئله هایی که مستحبات هستند در مسائل مثلا ذبح، آداب و مستحبات در ذبح کردن: یکم، به طرف قبله ایستاده ذبح کردن، یکم مستحبات. دومش این که با قربانی نیکو کردن، آن را با بیان به حالت تیز
و با زودی ذبح کردن به مثلا دلیل قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم که عن شداد ابن اوس قال تنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد وليحد أحدكم سفرته فليريح ذبیحته. یعنی یقینا الله در هر چیز نیکویی را واجب نموده است که ضرور کرده است که پس از وقتی که میکشید به طریق خوب بکشید. یعنی که میگوید من همین چیزها رو از رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ کردم و هر وقتی که ذبح میکنید به طریقه خوب ذبح کنید. باید هر یک از شما کارد خود را تیز کند تا حیوانی را که مثلا ذبح میکند راحت و آسایش دهد. امام مسلم در صحیح خود با رقم 3615 و احمد در مسند خود با رقم 17246 و غیره روایت میکنند. بلکه بعضی از علما این گونه نیکویی را واجب میدانند، زیرا در این حدیث از جانب صاحب شریعت امر آمده است. همین قول قوی و راجح می باشد بنابر ظاهر حدیث. بعد از بسم الله الله اکبر گفتن بریدن رگ یعنی طعام و نفس علاوه از دو رگ خونگرد که در دو طرف گردن می باشند. این یعنی که قصاب ها خوب میدونن این رگ ها رو. خب هنگام تیز نمودن کارد آن را از نظر حیوان پنهان نمودن. نه در پیش حیوان تیز نمیکنی. خیر یگان کافر اگر در پیش غلطید در پیش کافر تیز کردن واقع ندارد، لیکن در پیش حیوان یعنی وای نمیکنی. تو اینکه کافر تیز کردن کارد دیده یعنی که کار بارش تمام شود. ششم گاو و گوسفند و بز را از زیر سر ذبح کردن. از زیر سر یعنی سر. اما میگوید شتر را ایستاد نموده دستی چپش را جمع نموده بستن، بعد سپس آن را میگوید چی؟ یعنی که ذبح کردن، نحر کردن. یعنی از بالای گردن از نزد تن ذبح کردن. با دلیل های زیر که طوری که امام بخاری باب جدا کرده است که باب نحر البدن قائمة و قال ابن عمر رضی الله عنهما سنت محمد صلی الله علیه و سلم. باب میگوید ذبح کردن شتر ایستاده راستا. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمود که ایستاده ذبح کردن یعنی سنت محمد صلی الله علیه و سلم است. امام بخاری در صحیح خود در جلد 6 صفحه 189 ذکر میکنه. امام ابو داود رحمه الله بر این مسئله باب جدا کرده است. باب کیف تنحر البدن. یعنی که باب میگوید در بیان این که شتر را چگونه ذبح کرده می شود. در سنن خود در جلد 2 صفحه 148. سپس فرمود از جابر است حدیث عن جابر و اخبرني عبد الرحمن ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون بدنة معقولة يسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. یعنی از عن جابر از جابر که از عبدالرحمن ابن ثابت روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند که یعنی شتر را بر سه پایش ایستاد
گذاشته، یعنی دست چپش رو جمع کرده بسته ذبح میکردند. امام ابو داود در سنن خود با رقم 1767 روایت میکنند. به همین معنا از صحابه کرام دیگر رضوان الله علیهم اجمعین بسیار اقوال است. از جمله از صحیح مثلا در صحیح بخاری، مسلم و مسند و دیگر کتاب‌های حدیث آمده که عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال أبعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. از زید ابن جبیر که رحمه الله روایت است که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگوید به نزد شخص اومد که شتورش را برای ذبح کردن خوابانیده است. پس فرمود او را ایستاد گذاشته، یعنی پایش رو جمع و بسته کن، زیرا این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خیلی سه مثلا سه پوش را وای میکنی، بعد یک دستی همون چی است دست چپشه یعنی کی وای میکنی جمع کرده بعد میکشیم. امام بخاری روایت میکند در صحیح خود با رقم 1598 و مسلم هم 2330، مسند احمد 4459 و غیره. امام نووی در شرح این حدیث بعد از بیان همین مسئله میفرماید و هذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. آنچه که میگود ذکر شد، امام نووی میگوید که یعنی مستحب بودن ذبح شتور ایستاده و دست چپش جمع کرده و بسته شده. این قول مذهب شافعی، مالک، احمد و جمهور علماست. ابو حنیفه و ثوری فرمودند که ذبح کردن شتور ایستاده و خوابیده سینه اش بر زمین در فضیلت و ثواب برابر است، یعنی که در فضیلت خوابونده و راستونده یعنی وای کردن در ثواب برابر است. میگوید شرح نووی است بر امام مسلم جلد 4 صفحه 463. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر آیت زیر که ذکر میکند والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. سوره حج آیه 36 است که میگوید شترانی قوی الله سبحانه و تعالی قرار دادیم، شما رو در آن یعنی خیر است و همچنان که بر پای یعنی ایستادند نام الله رو بر آنها بخوانید. وقال ابن عباس رضی الله عنهما صواف قیاما، یعنی صواف یعنی چی است؟ میگوید قیام است. یعنی امام بخاری روایت میکند در جلد 6 صحیفه 189، یعنی ابن عباس چی گفتن یعنی صواف یعنی چی است؟ صواف یعنی قیام است، ایستاده است. خب بعد از بسم الله الله اکبر گفتن نام بله میگوید بعضی چیزهایی که در اینجا بعد ذکر میکنن میگن که بعد از بسم الله الله اکبر گفتن یعنی نام صاحب هم قربانی رو گرفتن یاد کردن. مثال بسم الله الله اکبر از جانب فلانی مثلا مستحب است تو صاحب مال به دست خود یعنی ذبح کنند، به دلیل یعنی حدیثی که انس رضی الله عنه ذکر کردیم در بالا که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون یعنی چیکار کردن، یعنی خودشون یعنی قربانی کردن.
و جمع آمدن یعنی خانواده در نزد هم قربانی هنگام ذبح کردن عملی خوب است میگوید. هنگام ذبح کردن یعنی کمک طلبیدن خوب است به دلیل زیر و عان رجل ابن عمر فی بدانته، یعنی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مردی رو چیکار کرد؟ مردی در همون ذبح قربانیش کمک کرد، یعنی مثل پوش میقپه یگانجوش میقپه، مثل در گوسپندای در گوای در شتورای. این امام بخاری روایت میکند جلد 17 صفحه 256. یعنی مرد و زن میگوید در ذبح کردن برابرند اگر به طریقه خوب انجام داده توانند دیگر فایده میگون. و مسئله هایی که مکروهات هستند، عمل هایی که مثلا زیشت در ذبح کردن، با کردی کند ذبح کردن مکروهات از مکروهات است، با کردی کند، بلکه این میگوید این کردار حتی میگوید حرام است، میگوید حرام میباشد و دلیل حدیثی که شداد که ما در بالا ذکر کردیم، در بالا یعنی ذکر کرده شدیم. و همچنین از مکروهاتی که هست در اینجا، یعنی در نزد همون حیوان کرد رو عملهایی که به حیوان درد میرسونه، مثل عذابش میتید یعنی، و دیگر مکروهاتی که در پیش یک حیوان دیگر حیوان رو یعنی که ذبح کردن است. و همین بود ان شاء الله که در باب احکام قربانی که الله سبحانه و تعالی امیدوار هستیم که ان شاء الله که برادرها این چیزو منتشر میکنن و دیگرها هم گوش کنن تا اینکه در این باره یک روز هم مونده باشد، یعنی آگاه بیابند. گرچنده که بیان کردن هر چیز در وقت خودش ما باید 10 روز پیش ذکر میکردیم، افسوس که کمتر سلامتی ما خوب نبود